استفاده عاقلانه نیروی برق در برابر منفعت بخشیدن به اقتصادیات هر عائله برای فعالیت منظم و ثمربخش ساحه اقتصاد ملی از جمله کارخانه‌های صنعتی زمینه فراهم می‌آورد. حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه انرژتیک توجه ضروری روانه نموده، همزمان با مقصد پیشگیری تلفات نیروی برق و استفاده مقصدناک آن تدبیرهای مهم را عملی نمود. با مقصد باز هم بهتر نمودن تامینات نیروی برق، پیشگیری غیر مقصدناک آن، پرزور نمودن نظارت انرژتیکی با قانونگذاری تغییرات وارد گردید. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن الوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دخالت کردن به تجهیزات حساب برقی با مقصد نسپردن مبلغ استفاده قوه برق یا به پیوست شدن به تجهیزات حساب برقی استفاده بردن قوه برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. برای صادر نمودن این جنایت به مبلغ کلان یا مخصوصاً کلان با استفاده از وظیفه خدمتی از جانب گروه شخصان، گروه متشکل یا تشکیلات جنایتی جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. در ساختمان بناها، انشاءات و خانه‌ها باید طلبات معاصر ساختمان آید به مسئله صرف انرژی پیش بینی شود. زیرا بنای انشاءات و خانه‌های با نظرداشت صرفی انرژی ساخته شده خراجات عائله‌ها را از 2 تا 10 برابر کم نماید. از این رو از شهروندان خواهش کرده می شود که حجم برق استفاده کرده و مبلغی برای آن پرداخت کردهشان را به طور دائمی تحلیل کرده با حساب میانه در ماه‌ها و سالها معین نمایند که اگر آن را با رعایت راه‌های صرفه‌نمایی استفاده برند به بودجه عائله تا کدام اندازه منفعت وارد می شود. همکنون طبق قانونگذاری برای استفاده قوه برق به پیوستکنی به تجهیزات حساب برقی خودسرانه پیوست شدن یعنی نصب شدن با شبکه‌ها و دستگاه‌های تامینات برق، استفاده قوه برق و گرمی به اسباب‌های ضروری نظارتی و به حسابگیری یا به شرطنامه با تشکیلات تامینات قوه برق و گرمی، کندن و شکستن تمغه‌های مقرر شده اسباب‌های اندازه‌گیری، اینچنین از بیرون دخالت نمودن به تجهیزات حساب برقی و تغییر دادن نشانداد آن با مقصد نسپردن مبلغ استفاده قوه برق هنگام نبودن علامت‌های ترکیب جنایت جزای مأموری در شکل جریمه مأموری نسبت به شخصان واقعی به اندازه از 20 تا 30، به شخصان منصبدار از 30 تا 50 و به شخصان حقوقی از 200 تا 300 نشان دهنده برای حساب‌ها تطبیق کرده می شود. صرفه‌کنان و سرشتکاری نیروی برق، استفاده نیروی برق از هر یک عائله، تشکیلات کارخانه، تشکیلات‌های بودجه‌ای، کارخانه‌های استحصالی وابستگی کلان دارد. باید مهمیت قانونی نو در ساحه انرژتیک را هم اهالی، هم کارخانه‌های صنعتی، هم کارخانه‌های بودجه‌ای درک نمایند و انرژی برق را صرفه‌کارانه، عاقلانه استفاده برند. اینچنین رئیس نظارت دولتی انرژتیک شهر خوجند کارها را در سمت گذراندن کارهای فرماندهی در بین جامعه، اهالی، کارخانه‌ها، کارخانه‌های بودجه‌ای به سامان رسانده ایستاده است. معلوم است که با زیاد شدن نفوذ اهالی، کارخانه‌های صنعتی و منبع‌های دیگر استفاده نیروی برق، طلبات به آن سال از سال بیشتر می‌گردد. از این رو ضرورت درک مسئولیت، اجرای طلبات قانونگذاری و همزمان عاقلانه و ثمرناک استفاده نمودن قوه برق مهمیت بیشتر پیدا نمود. ساکنان ولایت سوخت با درک مسئولیت نیروی برق را صرفه‌کارانه استفاده نموده در تحکیم نظام انرژتیکی و رسیدن به هدف‌های عالی سهم می‌گذارند.